سلام. من قصد دارم توی این ویدیو راجع به آیسی اپ یه توضیحات کلی بدم. تصمیم گرفتم روی بورد محافظ در مورد این آیسی صحبت کنم. اما قبل از اینکه راجع به آیسی اپ بخوام یه صحبتی کنم، اول یه توضیح کلی راجع به بورد محافظ میدم تا برسیم به آیسی اپ و ببینیم آیسی اپ چی کار میکنه و نقشش رو براتون توی ویدیوی بعدی حتما میکشم. خب حالا اول راجع به بورد محافظ بهتون یه توضیح کلی میدم. بورد محافظ اصلا میخوایم بدونیم ورودیش از کجا. بورد محافظ ورودیش از طریق این خازن پلی استره که توی ورودی بورد محافظ ما وجود داره. این خازن پلی استر همیشه کنارش با یه مقاومت موازی شده. خازن پلی استر توی ورودی بورد محافظ ما ولتاژ و جریان رو کاهش میده و مثل یه مقاومت توی ورودی عمل میکنه و بعد از اون میاد از پلیود عبور میکنه، بعدش از خازن صافیمون عبور میکنه و بعد از اون وارد دیود زنر میشه. خب ما اینجا اطراف بورد زنرهای مختلفی رو میبینیم که هر کدوم یک کاری انجام میدن. یه دونه از زنرهایی که اطراف آیسیمون وجود داره برای تغذیه خود آیسیه. ما میدونیم آیسی تغذیه خودشو داره، باید مثل هر آیسی دیگه یه تغذیه ثابتی داره. تغذیه آیسی یه اپ ما یا 12 ولتیه یا 24 ولتیه. خب چجوری متوجه بشیم که تغذیه آیسی ما چند ولتیه؟ اول میتونیم دیتا شیت خود آیسی رو بزنیم، میتونیم از طریق ببینیم کدوم زنر برای تغذیه آیسی مونه، ببینیم زنرمون چند ولتیه، یا 12 ولتیه، 24 ولتیه، یا نه اینا هم نشد میتونیم از طریق پایه بوبین رلی که روی بوردمون وجود داره متوجه بشیم. اگه بوبین رلی ما 12 ولتی بود یعنی تغذیه آیسیمون 12 ولتی. اگه بوبین رلی ما 24 ولتی بود متوجه میشیم که تغذیه آیسی ما 24 ولتی. پس یکی از زنرهایی که اطراف آیسیمون وجود داره برای تغذیه خود آیسیه. مثلا یه زنر دیگه هم وجود داره که مثلا وصل شده به یکی از پایه های آیسی ما. خب ما توی هر پایه آیسی 2 تا ورودی داریم، یه خروجی داریم. برای مثال میگم پایه اول ورودیه، پایه دوم یه ورودی دیگه است، پایه سوم خروجیه. پایه اول مثلا ورودی مثبته، پایه دوم ورودی منفی